توجیکستان آخرین یادگاری ما از امو دولت‌های بزرگ است. توجیکستان آخرین سرپناهی ملت تاجیک برای بقا یافتن همچون ملت است. جمهوری توجیکستان آخرین جای، آخرین جزیره است که ملت تاجیک میتواند همچون ملت ارمان‌های ملی خود را، ارزش‌های ملی خود را پیاده کند، تطبیق کند. تاجیکان به بشریت دولتداری را یاد دادند، آموختند. اینا مربی بشر در فن دولتداری بودند. ما وقتی که بسیار ملت‌های منطقه هنوز حالت کوچمنچگی داشتند، ما ایمپریا داشتیم. دولت‌های کوشانیان و ایمپریا هخامنشی و ایمپریا ساسانیان و ابر دولت سامانیان، این شاهکاری است که تاجیکان نیاگان ما و شما در تاریخ آفریدند. حدود امروزه جمهوری تاجیکستان برابری 3% خاک سامانیان است. این دولت سامانیان چقدر بزرگ بود، امروز همگی 3% آن مانده است در دست همین ملت. 97%ش نیست در دست. حدود امروزه جمهوری تاجیکستان کمتر از 1% حدود دولت ساسانیان است. 0.6%. پس ببینید که ملتی که چنین دولت‌های بزرگ داشت، امروز هم 1% زمینی تاریخش در دستش است. تمام. و برای همین ما میگیم که تاجیکستان آخرین یادگاری ما از امو دولت‌های بزرگ است. تاجیکستان آخرین سرپناهی ملت تاجیک برای بقا یافتن همچون ملت است. جمهوری تاجیکستان آخرین جای، آخرین جزیره است که ملت تاجیک میتواند همچون ملت ارمان‌های ملی خود را، ارزش‌های ملی خود را پیاده کند، تطبیق کند. زیرا تنها دولت، تنها نظام سیاسی ملی قادر است که برای بودن یک ملت فضا سازد. وگرنه ملت همچون فرهنگ، همچون نظام ارزشی در شرایط بی‌دولتی هضم شده می رود. تنها شرط و شرایط و محیطی که یک ملت می تواند چون ملت باقی ماند، همین دولت ملی است. از این رو وقتی ما میگیم تاجیکستان آخرین امید ما، آخرین یادگاری ما از اون دولت‌های بزرگ، آخرین گنجی که در دست ما از این تاریخ مانده است، این یک حقیقت است. این یکون گپی سیاسی، یکون تبلیغات نیست. و وقتی که در سرود ملی هر باری که می‌سرد تو از امید رفتگان نشانه‌ای شروع بیارد که یعنی که این نشانه ما، آخرین دستاورد و گنجینه ما از او گذشته است. و اگر اینمی از مادرمون، از پدرمون یک کتاب است، یک دستبند است، یک رویمال است، یادگار مانده باشد، او را بسیار حفظ میکنیم و کسی نمیتیم. همین تاجیکستان آخرین یادگار و آخرین بازمانده همون نیاگان ما برای ما است. من برای میگم که امروز حفظ جمهوری تاجیکستان دیگر مسئله سیاسی نیست، این یک مسئله حیاتی است. بود و نبود همین ملت و بود و نبود جمهوری تاجیکستان همچون دولت وابستگی زنده دارد.